از اینکه این مسابقات شروع بشه منو دعوت کردن مسابقات 4 جانبه تو هرات. دیگه اونجا رو که رفتم دیگه همه چی شرایط واقعا عالی بود دیگه، مخصوصا از مهمون نوازی مردم افغانستان، از این محبتی که دارن دیگه لذت بردن. این باشگاه خیلی خوب، پر امکانات، در حد امکانات تیمای بزرگ ایرانه. این باشگاه اتک خیلی امکانات داره. حالا بحث تبلیغات و تعریف نیست، واقعا باشگاه خیلی خوبه، حرفه‌ای. من واقعیت میگم، نیازی نیست انسان دروغ بگه و سعی کردم همیشه داخل زندگی واقعیت رو بگم. افغانستان یکی از فوق‌العاده ترین کشورهایی بود بین 7 کشوری که رفتم فوتبال بازی کردم، هم از لحاظ امکانات. کشورهای مختلفی آقا بینام بازی کرده، من بازی کردم. دروغ زیاد شنیدیم ولی تا الان تا اینجای کار از افغانستان و مدیریت تیممون و اینا هیچ دروغی نشنیدیم. واقعا همه چیز خوب بوده.